دانشگاه آسیای مرکزی یکی از بانفوذترین دانشگاه‌های سطح جهانی است که چند سال پیش در 3 کشور آسیای مرکزی باز شد. بخشی از این دانشگاه امروز در شهر خاروق تاجیکستان و شهر نارین جمهوری قرقیزستان دانشجوها را می‌پذیرند و قرار است بخش دیگری از این دانشگاه در شهر تکیلی جمهوری قزاقستان نیز سالهای نزدیک به پذیرش دانشجویان آغاز کند. در مورد این دانشگاه در کشورهای آسیای مرکزی سر و صداها و گفتمانهای زیادی وجود دارد. برای پاسخ یافتن به این سالها ما امروز شخص اول این دانشگاه، رکتور دانشگاه آسیای مرکزی، پروفسور دکتر سهیل نقوی را به صحبت خواستیم. جناب پروفسور، بسیار خوش هستیم که فرصت دادید ما با شما مصاحبه کنیم. Thank you very much. It's a pleasure. تشکر زیاد. از دیدارتان شادم. بسیار خوب است که صحبت از اینجا آغاز کنیم که دانشگاه‌های با این کیفیت، با این صفت تحصیل عادتاً در پایتخت‌ها گشاده میشن، اما شما این دانشگاه در یک دامنه‌کوهای آسیای مرکزی باز کردید. هدف چی بود؟ The purpose of this university هدف دانشگاه آوردن توسعه به مناطق کوهستان است و نشان دادن آنکه با دانش میتوان جامعه ها را تحول داد و همقدم زمان بود. transform communities and one can be at par with the world and with the earth at the same time. معلومات پیدا کردیم که حق تحصیل یک ساله یک دانشجو در دانشگاه شما تقریبا $28,000 گفته میشه. اما باز معلومات گرفتیم که خب حالا همگی خب یک دانشجو برای تحصیل $8,000 میپردازد و این هم در حالی که بعضا میشد که دانشجوها از این کمتر بپردازند. این تفاوت در حق تحصیل، در خراجاتی که شما برای یک دانشجو میکنید، از کجا جبران میکنید؟ دانشگاه های جهان تجارت نیستند. آنها در این قالب یا با این طرز فعالیت نمی کنند. حداقل دانشگاه های خوبه که آنجا دانشجویان برای تحصیل پول می پردازند. طرز فعالیتشان چنین است که حکومت و شخصانی که در جهان موفق شده‌اند برای تحصیل دانشجویان دیگر امکانیت فراهم می کنند. ما قبلا گفتیم که چرا یک دانشگاه در منطقه کوهستانی بنیاد شده است. وقتی که صحبت در مورد استعداد انسان می رود، فرق وجود ندارد که شما از شهرهای خرد یا بزرگ می آیید. استعداد در همه جا پیدا می شود و این مسئولیت دانشگاه است که از آن استفاده باثمر کند. مهمترین قسمت دانشگاه استادان و دانشجویان می باشند. ما یک محیط فوق‌العاده را ایجاد می کنیم که استادان و دانشجویان فضای مناسبی برای اندیشه و پژوهش داشته باشند. اینچنین هدف ما آوردن استادان بهترین از تمام نقاط جهان به دانشگاه است. همه این به بودجه زیاد نیاز دارد. طور شما ذکر کردید، ما در یک سال برای یک دانشجو بیشتر از $25,000 آمریکایی مصرف می‌کنیم. در حال حاضر تمام بودجه مورد نیاز دانشجویان از تشکیلات آقاخان در امور رشد می آید. دانشگاه از روی یک پرینسیپ اساسی فعالیت می کند. اگر شما به اندازه کافی برای داخل شدن به دانشگاه توانایی داشته باشید، وضعیت مالیوی شما سد راه نمی شود و ما کمک مالیوی را کفالت می دهیم. همین طور شما مغزهای بهترین را در کشور می گیرید و آنها را در یک فضایی قرار می دهید که آنها آنجا می توانند کارهای خلاقانه ای را انجام بدهند. منطقه کوهستان به این روان آرامش و آسودگی می دهد و فضایی را ایجاد می کند که خلاقیت انسان رونق پیدا می کند.
ما اینچنین به زندگی انسانها و چگونگی پیشرفت صفت زندگی آنها در این منطقه نگاه میکنیم. هدف دانشگاه آسیای مرکزی همین است. آها، بسیار خوب. دانشگاه شما دانشجوی رایگان هم میپذیرد؟ بله، طوری که قبلا هم قید کردم، زمانی که دانشجویان برای داخل شدن حجت می سپارند، ما تنها به آن نگاه می کنیم که آیا آنها استعداد داخل شدن را دارند یا نه. به جنبه مالوی آنها توجه نمی کنیم. شماره دانشجویی که رایگان میپذیرید کم است یا زیاد؟ مبلغ میانه‌ای که دانشجویان برای تحصیل، خوابگاه، غذا و لپتاپ می سپارند $1500 آمریکایی در یک سال است. در این میان دانشجویانی هم هستند که هیچ مبلغی نمی پردازند. حالا تعداد دقیق آنها را ندارم، ولی تخمین میزنم که 20% را تشکیل می دهند. از روی تعیینات باید یک بخش دیگر دانشگاه شما در قزاقستان باز شود. قرار است که این کی باز شود؟ همانطور می‌دانید، دانشگاه آسیای مرکزی در نتیجه شرطنامه بین المللی میان حکومت تاجیکستان که اولین دولتی بود آن را امضا کرد، حکومت قرقیزستان، حکومت قزاقستان و امامت اسماعیلیه تأسیس یافت. ما در دایره طرح دانشگاه با بنیاد مکتب علم‌های گومانیتری، طبیعت شناسی و دقیق در تکیلی قزاقستان متحد هستیم. مکتب معلومات کسبی و دوامداری ما در تکیلی علاقه فعال است. فعلا در اساس شرطنامه قبلا امضا شده، 2 پروتکل در حال امضا شدن از جانب پارلمان قزاقستان هستند. هر چیز زودتر این پروتکل ها امضا شود، طرح و ساختمان کامپوس دانشگاه آغاز می شود. شما امیدوار هستید که این پروتکل ها به امضا می رسند؟ چون گفته می شد که بعضی حساسیت ها در قزاقستان در مورد دانشگاه شما وجود دارد که می تواند در آینده رقیب دانشگاه های با نفوذ این کشور شود. من خیلی امیدوار هستم که این پروتکل ها در سال جاری به امضا خواهند رسید. در مورد رقابت، همه کشورهای جهان درک می‌کنند که مهمترین سرمایه آنها جوانان میباشند. هر کشور در جهان همیشه می‌خواهد که دانشگاه‌های خود در آنجا حضور داشته باشد تا برای جوانان امکانیت فراهم شود که آنها بتوانند تلاش‌های بهترین خود را انجام بدهند. وقتی که دانشگاه موفق می شود، آن مال یا کالای نیست که می توان آن را از کشور بیرون کشید. آن جزئی از خاک آن کشور محسوب می شود. آن به کشور فایده خواهد آورد. از این رو من نمیدانم چطور یک دانشگاه خوب از جانب هر کشور و جز از منفعت واقعی چیز دیگری شمرده شود. خب شما فقط از کشورهای آسیای مرکزی دانشجو میپذیرید یا که از تمام دنیا میپذیرید؟ محدودیت اینجا وجود ندارد یا باید حداقل 1% معین از این کشورهای آسیای مرکزی باشه؟ ما تعیین کرده ایم که 85% دانشجویان از کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان پذیرفته می شوند. باقی مانده 15% را از تمام نقاط جهان میپذیریم، اما تمرکز ما روی مناطق کوهستانی و حاشیه جهان است. من البته با فعالیت دانشگاه شما آشنا هستم. سال گذشته در کمپوس نرین مهمان بودیم. 1-2 روز اونجا از کار دانشگاه آشنا شده بودیم. اونجا یکی از دوستای ما که در تاجیکستان بسیار دانشمندی با نفوذ محترم از کار میکرد و ما به دیدار او رفته بود. اما شما میدانید که در مورد دانشگاه شما در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان حساسیت های زیادی وجود دارد. بعضی ها میگن که این دانشگاه فقط هدف علم و معارف تحصیل ندارد، حتی میگن که این دانشگاه در آینده غرضهای کلان سیاسی دارد. آیا پاسخ شما به این حساسیت ها، به این
شبهه و گمان ها چیست؟ In the original charter and treaty of the university, در آیین‌نامه و شرطنامه اصلی دانشگاه به صراحت گفته شده است که دانشگاه غیر سیاسی و غیر دینی می باشد. apolitical, and it is non-religious. در هر صورت یک دانشگاه با تعریفی که دارد به طور کاملا باز فعالیت می کند. طوری که شما قبلا گفته بودید از دانشگاه ما دیدن کرده اید. شما استادان و دانشجویان را دیدید. هر چیزی که ما تدریس میکنیم در اینترنت دسترس است. هیچ چیز پنهان نیست و هیچ دستور پنهانی هم وجود ندارد. تمرکز ما روی آوردن تحصیلات سطح جهانی و با استعدادترین دانشجویان و آوردن استادان سطح جهانی است که آنها توانند تدریس و تدقیق کنند و در رشد کشور نقش خود را داشته باشند. دکتر نقوی، به دلیل این که دانشگاه مثل که شما گفتید از سوی تشکیلات رشد آقاخان حمایت میشه، همین گونه ذهنیتی وجود دارد که گویا این دانشگاه فقط برای اسماعیلی ها است. آیا این دانشگاه فقط برای اسماعیلی هاست یا که اینجا مذهب، دین محدودیت نمیگذارد؟ Absolutely not. قطعا نه. همان طوری که در آیین‌نامه دانشگاه آمده است، این دانشگاه غیر دینی و غیر سیاسی است. ما در انتخاب دانشجویان از سیستم نابینایی دو سطحه استفاده می کنیم. یعنی به این معنی که دانشجویان نمی‌دانند که در این کمیته چه کسی آنها را انتخاب می‌کند و کمیته نام دانشجویانی را که انتخاب می‌کند نمی‌داند. به همه دانشجویان رقم هویت مشخص کننده آیدی داده می شود و داخل شوی از روی همین رقم ها بررسی می شود، نه از روی نام ها. In Khorog and also in all of the other locations where the university operates. در هر صورت من هم در نرین بودم هم در خارق بودم، در نظر ما می نمود یا شاید تصادف بود که اکثر بیشتر دانشجوها اسماعیلی هستند. آیا آماری وجود دارد که چقدر اسماعیلی و چقدر غیر اسماعیلی است؟ There is certainly statistics. مطمئناً آمار وجود دارد. مثلا ما در کامپوس نرین حدود 118 کارمند داریم. شهر نرین طوری که شما می‌دانید جایی است که آنجا اسماعیلی ها زندگی نمی کنند. همه کارمندان از خود نرین هستند. هیچ کسی از بینشان اسماعیلی نیست. تعداد بیشتری دانشجویان که به دانشگاه حجت می سپارند از شماره اسماعیلی ها می باشد، چون که در این جایها در مورد لایحه های تشکیلات آقاخان آگاهی بیشتر وجود دارد. با بالا رفتن آگاهی در مورد دانشگاه در بین این سه کشور ما افزایش یافتن تعداد داوطلبان غیر اسماعیلی را مشاهده می کنیم. همان طوری که قبلا ذکر شد، دانشجویان بر اساس شایستگی انتخاب می شوند و کمیته انتخاب دانشجویان هیچ راه برای دانستن اسماعیلی و غیر اسماعیلی را ندارد. من البته کیفیت های دانشگاه شما را می دانم. برای منی که در شرایط دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کردم، محیطی که در اونجا هست غیر قابل باور است. ولی جالب است بدانیم که دانشجویی که از تاجیکستان میگیرید، آیا توقعاتی را که مثلا شما از یک دانشجوی محلی دارید دانی، شایستگی، لیاقت همین دارند یا نه؟ Absolutely. کاملا. ما بهترین دانشجویان را از تاجیکستان داریم. این را نه من بلکه کارمندان تشکیلات میگویند که دانشجویان ما هر تابستان آنجا تجربه آموزی میکنند. هر یک دانشجوی ما باید در طول 3 تابستان تجربه آموزی انجام بدهد. آنها در تشکیلات و شرکت‌های به مانند یونیسف، تیسل، کوکاکولا و در صنعت کارآموزی می‌کنند. آنچه را که من در مورد چگونگی دانشجویان به شما میگویم، چیزی است که کارمندان این شرکت‌ها به ما میگویند. آیا فرق شما در تعیین معاش معلمایی که از کشورهای خارجی، از اروپا، از امریکا دعوت میکنید و معلمایی که از مردمای محلی میگیرید فرقی هست؟ We do not
provide the salary ما level حجم معاش را according وابسته to به محل آدمان where تعیین the نمی person is کنیم. coming from. The معاش salary level توسط is being بازاری که determined آدمان by به the آن market تعلق دارند that these تعیین people می belong شود. to. So if they are بنابراین teaching in اگر آنها در Australia and they استرالیا are coming تدریس می over کنند here, و به اینجا then they are- بیایند، معاش then their آنها salary باید has به to be معاش compatible استرالیا with that of سازگار باشد. Australia. در دراز Our مدت long-term هدف ما این goal است که is اکثریت that in استادان majority of باید the از faculty حساب should be شهروندان coming from کشورهای central Asia. آسیای For that, مرکزی we are باشد. running the برای Central عملی Asian نمودن Faculty این هدف Development ما Program, برنامه where آماده we کرده are, استادان از finding کشورهای the best آسیای مرکزی را talent روی in دست Central داریم. Asia ما and استعدادهای providing بهترین را از them an کشورهای opportunity to do آسیای a مرکزی PhD پیدا in می some کنیم of the تا best در universities دانشگاه‌های of the world. بهترین This will کشور take برای time, but تحصیل دوره inshallah, دکتری over the فرا long گرفته term, شوند. we will در have دراز a مدت majority اکثریت that are coming, استادان ما that از are کشورهای talented and are آسیایی coming from مرکزی Central Asia. خواهند بود. بسیار خوب. من از جریان کار دانشگاه شما در تاجیکستان آگاه چند سال پیش، سال گذشته فکر کنم 2 سال پیش، دانشگاه شما اجازت تحصیل به سختی در تاجیکستان به دست آورده بود، اجازت نامه را. میخواستم بدانم که نافهمی ها بر سر چی بود؟ Well, I think خب، it is important من to فکر look می at کنم the که present نگاه and کردن به future. امروز و I had, آینده خیلی مهم pleasure است. of, meeting من امروز the Minister شرف of ملاقات Education با and وزیر و the معاون first اول Deputy وزیر Minister معارف را of داشتم. Education, today. And there was nothing, در این ملاقات in برای that, فعالیت دانشگاه applause آسیای the way مرکزی بجز از UCA کفکوبی is چیزی working دیگری and نبود. carrying out its programs. هر زمانی که ایده و نهادهای نو به وجود می آیند، خیلی چیزهای مختلفی هستند که ناشناخته‌اند و به تدبیر درآوردن آنها وقت می گیرد. With time, your work is what shows what you're doing, and our work is beginning to show. یعنی مشکل جدی نبود. No, absolutely. نه، This time به we are هیچ وجه talking نه. about, ما در حال حاضر در مورد collaborating with همکاری Tajik با دانشگاه‌های universities to bring تاجیکستان international برای standards, آوردن استانداردهای جهانی to با them. آنها صحبت We work می‌کنیم. very closely ما با now with دانشگاه Farouk دولتی State خاروق University همکاری نزدیک and, داریم. با working وزارت with the صناعت Ministry و of, تکنولوژی‌های نو در مورد بخش Industries, تکنولوژی looking کار at می‌کنیم. technology با parks. So حکومت we are very تاجیکستان much, برای دست یافتن به working, هدف‌های رشد with, خیلی کار می‌کنیم. the government of Tajikistan to help achieve them their development goals. شما حتما به عنوان رکتری دانشگاه آسیای مرکزی آگاه هستید که معارف در کشورهای ما خصوصا در تاجیکستان بسیار به کندی به سختی پیش میره. اگر مایل باشید به این سوال پاسخ دهید که معارف ما در واقع چی مشکل داره، خصوصا نظام دانشگاه های ما؟ Let me talk about the positive first. بیایید اول درباره نقطه مثبت صحبت می‌کنیم. تاجیکستان با عنوان کشوری که بودجه زیاد در دست ندارد اما بیشتر از 95% مردمش باسواد میباشد جالب توجه است. Are educated. مبلغ یکی از مشکلات بزرگی است که ساحه معارف با آن روبرو است. The education sector. این در حالی است که کشورهای پیشرفته ممکن است 100 برابر بیشتر از خراجات موجود در تاجیکستان را برای یک دانشجو مصرف می‌کنند. There are some problems with the methodology در مورد of متدولوژی teaching, which تدریس does not, نیاز و توجه بیشتر به تفکر انتقادی و مستقل است. critical thinking, independent thinking. That is a problem. Then there is some مسئله دیگر issue that کیفیت in the subjects آموزگاران of, فنهای ریاضی و علمهای mathematics and دقیق است. sciences. And then the غیر از number این of years of تعداد schooling سالهای that مکتبخانه is در available کشورهای in آسیای Central مرکزی Asian, 11 سال است countries, که برابر 11 به years استانداردهای is جهانی not according 12 to the ساله world نیست. standard, which is یک 12 سال years. تفاوت One year زیادی means را ایجاد 50 می کند. years. بنابر So within محدودیت the هایی که constraints نظام that the معارف system دارد has, بسیار it has خوب done عمل کرده است. quite well. امکانیت برای There بهتر is شدن opportunity وجود to دارد. become better. دکتر نقوی، به عنوان آخرین سوال میخواستم بدانم که دانشگاه شما چه مقدار مبلغ به بودجه تاجیکستان انداز میسپاره، مالیات میسپاره؟ We do not pay in cash. ما یک دانشگاه غیر تجارتی هستیم که نسل آینده این کشور را آموزش می دهیم. این بخشی از شرطنامه ای بود که به امضا رسید. ما تحصیلات را که ارزش بیشتر از $25,000 در یک سال دارد و قیمت $1,500 ارائه می کنیم. این $23,000 سرمایه گذاری از طرف دانشگاه برای هر یک دانشجو هست. این سرمایه گذاری برای آینده تاجیکستان است. بسیار خوب دکتر نقوی، از صحبت بسیار خوش شدیم و امیدوار هستیم که این دانشگاه در آسیای مرکزی در تاجیکستان رشد میکند
و به نفع جامعه های ما و به نفع بشریت خدمت میکنه. Thank you very much. Thank you.